توافقی که میخوایم انجام بدیم. agreement. و بهترین جایگزینی که میخوایم واسه توافقمون انجام بدیم. توی معاملات خیلی وقتا هست که مجبور میشیم تن بدیم به یک معامله یا یک مذاکره یا یک خریدی که بعدها از اون خرید یا اون معامله پشیمون میشیم. چرا؟ بعد میایم تحقیق میکنیم، میبینیم که اون کاری که قبلا انجام داده بودیم اشتباه بوده یا اون قیمتی که خریدیم بسیار اشتباه خریدیم و بالاتر خریدیم. این بابت اینه که ما اون لحظه مجبور بودیم و آلترناتیوی واسه جایگزین کردن اون خریدمون نداشتیم. اگر با این ذهنیت بریم که ما یک جایگزین داریم واسه خریدمون، حتما چانه زنی میکنیم و با قدرت بالاتر و اعتماد به نفس بالاتر خریدمون رو انجام میدیم. یک تکنیک دیگه است که تکنیک دوم میشه در اصل لنگراندازی توی معاملات بیشتر از طرف فروشنده هاست. ما وقتی که میخوایم یه قیمتی رو بدیم یا فروشنده ها میخوان یه قیمتی رو بدن، یه قیمت خیلی پرت و بالایی رو اعلام میکنن که ما در آخر هر چقدر هم که تخفیف بگیریم به اون قیمت اصلی نمیرسیم و با یه قیمت بالاتری میخریم و فکر میکنیم تخفیف خیلی خوبی داره.